سلام بچه‌ها، بیاین یک کلاهگیس جوگندمی برای گریم پیری درست کنیم. برای ساختن کلاه زمینش از یه الگو استفاده کردم که پاس کلش پنس صلیبی داره. این باعث میشه که نه درزی بیفته تو خط ریشمون، نه اون شکل کروی سر تغییر کنه. سوئیس لیس با دوام و تونالیته رنگی داره برای پوستای مختلف، ولی یه ویژگی منفیش اینه که خیلی کش میاد. واسه همین من عادت دارم برای جاهایی که خیلی پوستش واضح نیست مثل همین کلاهگیس ضربدری توش میدوزم با کاغذ که کشسانی اونو بتونم کنترل کنم. برای بافت کلاهگیس و ریش و سیبیل معمولا یه ونتیلیتینگ هوک استفاده میکنم، منتها من حس میکنم سوزن تنبور گلدوزی برای این کار مناسب تره، به خصوص تو سطوحی که منحنی هستن. خیلی اختراع باحالیه، مخلوط سوزن و قلاب بافیه. مرحله بافتن خیلی آرام بخشه، یه کار تکراریه که ساعت‌ها طول میکشه. اینو ادامه میدیم تا جایی که 2-3 سانت کلوژر جلوی سر پر بشه، فرق از هر طرف که واکنی طبیعی به نظر برسه. گره‌هاش هم انواع مختلف داره دیگه، سینگل نات داره، دابل نات داره، خیلی شبیه ریشه انداختن به پایین شال گردنه. سفید و سیاه با هم قاطی بکنی خیلی نتیجه طبیعی داره. طوری که داره باعث میشه که خط رویشمون غیر قابل شناسایی بشه. اینم پشتش مسیر بافته. نگاه کنید انگاری تمام این موها از پشت دست من سبز شده. اثر توری به عنوان زمینه همینه. پشت مو که قسمت ریشه ها معلوم نیست، با استفاده از درست کردن ریسه های مو ما فضای باقی مونده رو پر میکنیم. بعضیا همینجوری یلخی میچسبونن، ولی اصولیش اینه که شما ریسه بزنید. همینجوری خط پشت خط میدوزیم به تور پشت سر، از عقبم شروع میکنیم میایم به سمت بالا. نگاه کنین اینا موهای مصنوعی دو سربازی که من برای ساخت این کلاهگیس استفاده کردم. خوبیش اینه که از مشکی آمبره میشه تا سفید، تمام تونالیته های جوگندمی رو برای ساخت کلاهگیس های پیری توش داره. یک کار ظریف طولانی لجدراریه، هی این موها تو هم گره میخورن و حرف گوش نمیکنن و اینا. بالاخره تموم میشه. تا وقت طول میکشه تا اینا رو بدوزی و بسازی و ببافی، ولی نتیجه آخرش خیلی کیف داره. یه شونه بهش میزنم که رنگا تو هم دیگه یه نواختر بشن و تمام. کلاهگیس از همه چی مهمتر طبیعی بودن خط رویشمونه. نگاهش کنین مثل باقلواست. اوکی دوکی، اینم از این. کاری ندارین. خداحافظ.